بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه. اخیراً صحبت‌های خیلی زیادی در خصوص زندگی و انسان‌ها و محوریت زندگی پیش اومده. نظرات خیلی زیادی هم از قدیم تا به حال مطرح شده. خب این همه صحبت و عقیده رو گوش کردید. حتی خیلی هاتون اثرات اون عقاید رو تو زندگیتون دارین می‌بینید. پیشنهاد می‌کنم این نظر رو هم یه نمه توجهی بکنید. از قدیم انسان‌ها با وجود سختی‌ها، مشقت‌ها و بدبختی‌های فراوانی که داشتن تلاش در بهتر کردن زندگیشون کردن. انسان با احساساتی مثل گرسنگی، تشنگی، ترس و شجاعت، شهوت، استرس و اضطراب و آسودگی با این جهان و ابعاد مختلف اون پیوند خورده. مثلا گرسنگی هشداری برای اتمام انرژی، ترس هشداری برای خطر و درد هشداری برای قرار گرفتن در محدوده خارج از معمول هستش. دقت کنین، خارج از معمول یک آدم لزوما خارج از حد تعادل نیست. درد، ترس، طمع و لذت برای انسان از پایه‌ای ترین احساسات برای جذب شدن و یا دفع شدن از مسائل گوناگون محسوب میشه و انسان را به سمت تفکر و در نهایت شناخت از زندگی خودش سوق میده. لذت‌ها انسان را به زندگی وابسته و دردها، ترس‌ها انسان را از آسیب‌ها و خلاصه بگم حتی از مرگ دور نگه می‌دارن. اضافه کنم که انسان از هر چی شناخت نداشته باشه به علت احتمال انواع خطر میترسه. البته این احساسات دارای ابعاد متنوع به اندازه تنوع ابعاد زندگی انسان هستند. انسان برای اینکه درد و ترس کمتری تحمل کنه و یا از روی طمع به لذت روی به مشاهده، تفکر و شناختن میاره. این شناخت هر چند جزئی اما به انسان کمک میکنه ابتکار به خرج بده و یا تقلید کنه. در نهایت انسان مهارت به دست بیاره و یاد بگیره. انسان با توجه به نقاط ضعف و قوت خودش یاد گرفته که زندگی جمعی بهره‌وری بیشتری نسبت به تنها موندن داره. خلاصه بگم راحت‌تر زنده میمونه، میتونه بیشتر زندگی کنه، بیشتر مشاهده کنه، بیشتر فکر کنه و بیشتر بشناسه و حتی تواناتر هم بشه. اما یک مسئله برای انسان چالش برانگیز بوده و اون شناخت خودش، کوتاهی زندگیش و بزرگی و پیچیدگی جهان بوده و همچنان هم هست. به همین علت شناختن برای بشر کار آسونی نبوده و نیست. پس میشه نتیجه گرفت قدرت عامل بسیار کلیدی برای شناخت راحت‌تر محسوب میشه. اما قدرت در مقوله‌های مختلف مسائل متفاوتی رو شامل میشه. اما اساسی ترین مقوله ارتباطات جمعی از هر نوع و مسائل تاثیرگذار بر اون اساسی ترین مقوله هستش. تسلط بر روابط انسان‌ها با مسلط شدن بر نیازهای پایه‌ای اونها و رفته رفته با دست گذاشتن روی بقیه نیازها میسر میشه. انسان‌ها تا به حال خیلی مسائل رو با آزمون و خطا و به صورت تجربی به دست آوردن، اما این روش قربانیان زیادی برای خودش گرفته و در طول تاریخ خیلی از این تجربیات چه به صورت مکتوب چه به صورت شفاهی به خاطر سلسله ارتباطات خشن، صلح طلبانه و یا اهمالکاری های انسان ها در قبال هم متاسفانه از بین رفتن. انسان ها برای زندگی راحت‌تر و از روی طمع برای آسودگی بیشتر رو به نظم و انضباط آوردن. چرا که انسان ها یاد گرفتن هر عملی باید در راستای هدفی باشه و جایگاه خودش رو داشته باشه. این قضیه باعث روشمند شدن زندگی تا به الان شده، اما همونطور که قبلا هم گفته شد چالش‌های انسان باعث سختی شناختن، همچنین هزینه گزاف روش‌های آزمون و خطا باعث مشقت بیشتر انسان شده. بدتر این که خیلی از دستاوردها و روش‌های زندگی هم تا به الان یا فراموش شدن و یا در اثر جنگ‌ها و یا استعمار و استثمارها از بین رفتن. بنابراین میشه نتیجه گرفت بنی بشر تا به الان روش‌های مختلفی برای زندگی کردن امتحان کرده و جالب‌تر این که خیلی از این روش‌ها رو به عللی که یاد کردیم چند باره تجربه کرده و متاسفانه هنوزم که هنوز از نتایج فاجعه بارشون عبرت نگرفته. در این بین در طول تاریخ میشه عناصر متفاوتی از سازماندهی و روشمندی در زندگی رو مشاهده کرد که منبعی به نام مذهب یا دین دارن که انسان‌ها به علت نتایج نسبتا مطلوب این روش‌ها از زندگی و معصوم‌سازی اونها از خطرات مختلف بیشتر جذبشون میشن. بنابراین میشه به صورت کلی دین رو روش زندگی دونست. البته در طول تاریخ
ادیان مختلف به علل گوناگون من جمله قدمت و معتقدان زیاد تونستن کلمه دین رو در انحصار خودشون بگیرن. اما نکته اساسی، کدوم روش و دین ضامن سلامت و امنیت زندگی و پیشرفت انسان و در شناخت کامل از این زندگی هستش؟ غالب ادیان در شاکله آموزه‌های خودشون نکته مهم به نام قدرت برتر که عمدتاً هوشمند هم تلقی میشه رو پیش میکشن. ادیان پاگانیستی، طبیعت‌گرایی، ادیان ابراهیمی از جمله شناخته شده ترین ادیان قدمت‌دار محسوب میشن که علاوه بر تاکید بر سبک زندگی و قدرت یا قدرت‌های برتر به عنوان سرمنشأ دین و روش زندگی و همچنین جهان تاکید کردند. بعضی این سرمنشأ‌ها توجیه منطقی و بعضی برای توجیه فقط به داستان اساطیری بسنده میکنن. انسان در طول تاریخ همچنین در طول زندگی خود به صورت عینی و شهودی همچنین بسیاری موارد به صورت استنتاجی و استدلالی متوجه این موضوع میشه که محدودیت‌هایی چه از لحاظ روحی و روانی و معنوی چه از لحاظ فیزیکی و مادی دارا هستش. همچنین از همین را متوجه محدودیت‌های محیط و جهان هم میشه. تا به حال دونسته شده که حیطه تاثیرگذاری یک محدود بر خود و موارد محدودتر از خودش است. همچنین تاثیرپذیری‌های از موجودات با محدودیت‌های کمتر و همچنین بیشتر از خودش هم داره. شاید سوال بشه اگر محدود سلطه و تاثیرگذاری بر محدودتر از خودش داره، پس چطوری از کمتر از خودش هم تاثیر میپذیره؟ پاسخ رو میشه اینطوری بیان کرد که بین تمامی موجودات روابط اشتراکی وجود داره، یعنی بین محدودات تسلط 100% وجود نداره. این تسلط و تأثیری که روی هم میگذارن به صورت مشترک، فقط درصد این اشتراک نسبت به هم و همچنین نسبت به میزان محدودیت‌هاشون متفاوت هستش. میزان تاثیرگذاری رابطه مستقیم با میزان سلطه و میزان سلطه رابطه مستقیم با میزان محدودیت یک موجود در تمامی ابعاد و حوزه‌ها داره. نکته جالب توجه اینجاست که کل جهان طوری با هم ارتباط گرفته که پشت هر حرکت و هر تاثیرگذاری و هر تاثیرپذیری یک حکمت و هدف پنهان شده. و این مسئله با دقت در رفتار روابط موجودات با هم و حتی با خودشون روشن میشه. این یک تأثیر بزرگ و همه جانبه هستش. وقتی به صحبت‌های عده دقت میکنیم میبینیم که عده صحبت از پوچی نیستی میکنن. اصطلاحاً پوچیرا هستن. خب بهتره یه روشنگری کوتاهی انجام بدیم. یک کیسه که داخلش یه سیب داریم رو در نظر بگیری، نمیتونیم بگیم خالیه. نمیتونیم وجود سیب رو انکار کنیم. حتی اگه سیب رو از کیسه درم بیاریم باز هم نمیشه وجودش رو انکار کرد. ما هم همینطور. وقتی وجود خودمون رو درک میکنیم پس هستیم. پس نیستی وجود نداره. بنابراین اصل بر وجوده. پس پوچگرایی بی‌معنیه. حالا برگردیم به اصل موضوع. حالا چه چیزی یا بهتر بگم چه کسی توانایی تأثیر همه جانبه که یاد کردیم رو داره؟ بعضیا میگن طبیعت، بعضیا میگن خود جهان، بعضیا از اساطیری نام میبرن که هر کدوم رب و نوع گونه و چیزی هستن. طبیعت و جهان خودشون حاصل تأثیرن و از مجموع اشتراکات و روابط تمامی موجودات چه جاندار و چه بیجان تشکیل میشن و خودشون هم در اون اشتراکات سهیم هستن. پس متأثر و محدود محسوب میشن و مشترک در تاثیرگذاری و تاثیرپذیری، درست مثل بقیه موجودات. اساطیر و رب و نوع هم که تأثیر همه جانبه ندارن و فقط ارتباطات و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم اون چه تحت تسلط دارن رو کنترل میتونن بکنن و بنابراین چه از منابع اساطیری به دست میاد اونها هم از هم تأثیر میپذیرن و تأثیر هم میگذارن، درست مثل اون چه که برای بقیه یاد کردیم. پس چه تفاوتی با بقیه دارن؟ به جز اینکه محدوده بزرگتری ممکنه داشته باشن، حالا اونم ممکنه و شاید و اینجور چیزا. بنابراین اساطیر محدود هستند. تأثیر همه جانبه به معنی سلطه همه جانبه و سلطه همه جانبه به معنی عدم وجود محدودیت هستش. درسته، داریم از بی‌نهایت حرف میزنیم. موجودی بی‌نهایت که سلطه همه جانبه داره. وقتی میگیم همه جانبه منظور این هستش که این موجود توانایی به وجود آوردن، از بین بردن، کنترل کردن و هر چیز دیگه ای رو داره. انسان تا به حال هر چیزی از حدش فراتر بوده رو با برچسب بی‌نهایت توجیه کرده. حالا سوال اینجاست که چند تا بی‌نهایت وجود داره؟ در این زمینه میشه چندین حالت رو در نظر گرفت، اما ما از دو بی‌نهایت برای بررسی شروع میکنیم، چون در صورت رد یا تایید برای بیش از دوتا هم صادق خواهد بود. دو بی‌نهایت. اول
دو بی‌نهایت متفاوت. این دو بی‌نهایت دارای تفاوت از هم هستند. در زبان عامیانه باید بگیم یعنی آنچه که در یکی از بی‌نهایت‌ها هستش در اون یکی نیست و برعکسش. بنابراین این دوتا موجود ناقص بوده و این نقص نشان از محدودیت اوناست و این موضوع خلاف فرض بی‌نهایت و نامحدود بودن هستش. دوم، همتا بودن بی‌نهایت‌ها. در این حالت بی‌نهایت‌ها از هر نظر با هم یکسان هستند. کلاً مساوی هستند. این حالت خودش به دو تا دسته تقسیم میشه. الف، موافق هم بودن. ب، مخالف هم بودن. الف، در صورت که دو تا بی‌نهایت از هر نظر با هم نظر و موافق باشند به دلیل نبود حد و مرز جدا کننده عملا این دوتا یکی تلقی خواهند شد. این موضوع خلاف فرض دوتا بودن اوناست. ب، در صورت که این دو موجود فقط در یک مورد یه اپسیلون اختلاف نظر داشته باشن و با هم مخالف باشن به دلیل یکسان و برابر بودن محدود کننده هم میشن که این خلاف فرض نامحدود بودن هستش. خب ببینید که برای تمامی حالتهای نامحدود مثال نقضی بیان شده که این نشان دهنده عدم وجود دوتا بی‌نهایت و با همین استدلال بیش از دوتا بی‌نهایت هستش. بنابراین نتیجه گرفتیم شد که فقط یک بی‌نهایت وجود داره که دارای هیچ حد و مرزی نبوده و همتایی به هیچ عنوان نداره. برگردیم به بحث اصلی، روش‌های زندگی و منظورمه. برای مسئله که بیان شد بی‌نهایتی وجود داره که بر همه چیز سلطنت داره. بعد اضافه کرد در صورت عدم معرفی و شناخته شدن توسط خود نامحدود، موجودات محدود به دلیل عدم تسلط و احاطه بر بی‌نهایت در یک کلام اطلاعی از وجود نامحدود نمیتونن داشته باشن. بنابراین یکی از ملاک‌هایی که باید در تشخیص روش زندگی صحیح در نظر گرفت توجه به حقیقت وجود بی‌نهایت هستش. موجود بی‌نهایت یکتا، این ملاکه. در بین تمامی تمدن‌ها، سبک‌های زندگی و ادیان در طول تاریخ فقط اشارات جسته و گریخته غالباً با آمیخته‌های تخیلی و منطبق شده با تصورات انسانی اون چه انسان از محدودیت خود درک کرده اونم نه به بی‌نهایت بلکه فقط به موجود یا موجودات قوی که بی‌نهایت پنداشته شدن توسط شمار اندکی اشاره شده و این اعتقادات رو مبنا و توجیه اعمال خود تو زندگی خودشون کردن و میکنن. در این بین فقط یک دین به صراحت اشاره مستقیم به حقیقت یاد شده کرده و از پیروان این دین فقط پیروان اندکی این حقیقت رو محور زندگی خودشون قرار دادن. اون دینی نیست جز اسلام.